چطور در عرض 1 ساعت درس بخونی؟ 5 مراحل درس خوندن که هیچ کس بهت نمیگه چطور بخونی. مرحله اول آماده سازی و تعیین هدف 5 دقیقه. نگویید میخوام فیزیک بخونم، بلکه دقیقا مشخص کنید چه مبحثی را میخواهید بخونید. مثلا میخوام قانون نیوتن رو بفهمم اینا. محیط را آماده کنید. تمام وسایل مورد نیاز، کتاب و دفتر خودکار رو کنار دستتان بنویسید. ذهن خودتون را خالی کنید. یک نفس عمیق میکشید. تمرکز شد. مرحله دوم مطالعه متمرکز 25 دقیقه‌ای. این بخش اصلی یادگیری شماست که از تکنیک پومودورو استفاده کنید. فقط نخوانید، فعالانه یاد بگیرید. خلاصه نویسی کنید. بعد از خواندن هر پاراگراف را بخش کوتاه آن را به زبان خودتون بخونید. از خودتون سوال بپرسید چرا این اتفاق میافتد؟ این فرمول به چه دردی میخورد؟ مفهوم را به خودتون درس بدهید و تصور کنید باید با این مفاهیم به یک نفر دیگه توضیح دهید. سعی کنید به صدای بلند نخونید. مرحله سوم استراحت کوتاه 5 دقیقه. از جای خود بلند شوید، کمی راه بروید، از حرکات کششی انجام دهید، 1 لیوان آب بنوشید. به مغزتان استراحت دهید. در این 5 دقیقه به هیچ از سراغ گوشی نروید. اجازه ندید مغزتان اطلاعات خوش به دست بیارد. مرحله چهارم مرور و یادآوری فعال. یادآوری فعال 10 دقیقه. دفتر کتاب خود را ببندید. سعی کنید هر چیزی را در 25 دقیقه قبل خوانده اید روی برگه سفید بنویسید. رفع اشکال 10 دقیقه. حالا به یک کتاب یا یادداشت‌های خود را نگاه کنید. مرحله پنجم برنامه‌ریزی 5 دقیقه. جمع‌بندی کنید. در 1 یا 2 جمله مهم نکته را یاد گرفتید بنویسید. قدم بعدی را مشخص کنید. برای جلسه بعدی مطالعه مشخص کنید که قرار از کجا شروع کنید. با این روش شما در 1 ساعت 9 تنها یک مبحث را یاد میگیرید. پایان ویدیو بعدی.